که محل قابل و آنگه نصیحت قائل. چو گوشی هوش نباشد چی سود حسن مقال. فهمیدید؟ ساده چیزی بودن که محل قابل و وانگه نصیحت قائل. اول محل قبول کننده در کار، تمامی. ثانی نصیحت قائلش گوینده نصیحت کند، ثانی قبول میشه. اگر محل قابل نباشد، قبول کننده نباشد، و نصیحتگر نصیحت کننده قبول نمیشه. تمام. از وی بهره نمیبره. حضرت نوح همشون رو 1000 چند سال دعوت کردن. 900 چند سال دعوت کردن. 1000 سال دعوت کردن. کمک آدم قبول کرد خلاص. چون که محل قابل نبود، قبول کننده نبود. اما حدیث گفته بودن محل قابل و وانگه نصیحت قائل. اول قبول کننده رو نشده که بچه‌ها. هر کی شما هم اگر قبول نکنید اگر اینجا من فهماندنم گفتنم همش بیفایده. دوامش میگه که دیو میسرش بر چو گوشی هوش نباشد. گوش هم چند خیلی میشه هستی؟ گوشی هوش در کار بچه‌ها. فهمیدید؟ بعضی گوش ها های میشونه و نسبت تعقل نمیکند. فهمو؟ بعدی که گوش شونید و یک دفعه فکر کردنش نکنه، هوش در کار. هوشش عقل، تفکر. چو گوشی هوش نباشد چی سود حسن مقال. حسن مقالش سخن بهترین، سخن نیکوترین. سخن نیکوترین چیزی فایده اگر گوشی هوش نباشد. اما درس چیزی که گوش کرده که گوشی هوش بده. تمام. و گوش ایرامو گوشی خر میفروشد دیگر گوش. این سخن را در نیابد گوشی خر. اما گوشی هوش کتی گوش میکنه. توجه کنید. نابرابری را حل کنید است. با طرز گرافیکی. توجه کنید. من یک طرفی نابرابری یک تا فونکسی گوییم، y برابری دو نشان دهنش x گوییم. با این طرفش فونکسی دیگر گوییم. y برابری یک ترکیب گوییم x. و هر دو همین گرافیک در یک همواره کوردیناتی تصویر کنیم اگر خودش حل نابرابری ما با پیدا میشه. نگاه کنید بچه‌ها. نگاه کنید. من شما با y در گرافیکی فونکسی y برابری 2x تصویر کرده بودیم که یادتون نده همین. اینه ببینید این چقدر بود. مثلا اگر اینجا به -1 -2 -3 مانیم اگر 1 2 3 4 5 6 7 8 -3 مانیم چند شده بود بچه ها؟ 1/8. 1/8 تخمینا اینجا ها این نقطه. اگر -2 مانیم چی بچه ها؟ 1/4 با از 1/8 کمتر افزون بلندتر. انا کن -1 مانیم نیم بودن. نیم همین یک نسبت اینجا یک نیم ما همین کتکه نیست. انا کن نولنده همه وقت چند؟ نولنده همه وقت یک کنده یک دو نشان دهندش یک با چند میشه؟ دو میشه. دونده بچه هم 1 2 3 4. دونده چند؟ دونده انا اینجا 4 بچه. انا کو 5 سنده 5 6 7 8 سنده. شما دفتر رو با شروع کرده تصویر میکنید بچه ها. سنده 8. وقتی که این نقطه ها ما پیوست میکنیم ما گرافیکی چیزی رو تصویر کردیم. گرافیکی فونکسی y برابری 2 نشان دهندش x. انا همین دوره همین گرافیک با بچه ها گرافیک y برابری 1 - x میکشیم. از بس که من این کم و -1 این خط راست بچه ها. از بس که کم منفی بودم به پیش x هم کیسن منفی بودم به کم شونده ده فونکسی. اینو ببینید جای x به 0 مانیم 1 1 0 میگیریم نه میخوایم 1 0 میگیریم 1. جای x به مثلا -1 مانیم 1 -1 چند میشه؟ 2 -2 نه بچه. من تماشا کنید. y برابر 1 - جای x به -1 مانیم 1 + 1 میشه ده این وقتم ده. چند میشه؟ ها 2 میشه. انا کو یک کنده چی یک مانیم چی یک خودشه 0 ها یک طرف میکنیم ده
این نقطه ها رو پیوست کنیم بچه ها، خط راست میشه. این خط راست گرافیکی فونکسی دفتر نقش رو کرده میشیم یک تغییر است. اینها هر دو گرافیک همدیگر رو در کدام نقطه بریده ایستادن؟ در نقطه یک. y برابر یک و x برابر چند؟ 0. نولنده یک کو منه؟ نولنده یک شد کنم خیلی؟ نگاه کنید بچه، اگر از 0 پایین نگاه کنیم، هر یک قیمت دلخواه x و فونکسی 1 مینوس x کلان از فونکسی 2 نشان دهندش x. فهمید؟ اینجا ده کلان 2 نشان دهندش x بلکه کلان از یک ترک x شده نشده. کدام قیمت ها میشه؟ از 0 بالا. مثلا یک انده بیاد، یک انده اینجا 0، یک انده این 0 چند شد؟ یک انده 2. نه یک انده چند؟ 2 شد. دیده سید می؟ значит جوابش چند بوده است؟ از 0 تا چند؟ x element میگیره، از 0 تا پیروسی بیاره، یا که x کلان از چند؟ 0. اما x کلان از 0. حل نابرابری فهمیدیم اینه x کلان از 0. a0 کلاننده، من از 0 طرفی راستانه نگاه کنید. خب فونکسی y برابر 2 نشان دهندش x، هر یک قیمتش از فونکسی y برابر 1 مینوس x چیزه کلانتر. من قیمتی دلخواهش گیرید. خب مثلا قیمتی دونده چند؟ 4. این فونکسی ما مینوس 1. دونده چند شده شکر؟ مینوس 1. دیدی؟ این فونکسی کم شده، این فونکسی چیزه افزون شده. فهمید بچه ها؟ الان پای مثالی رقمی بیش نگاه کنید. 1/2 نشان دهندش x خورد از x پلوس 1. نگاه کنید 1/2 نشان دهندش x فونکسی چیزه؟ چخل نمود کم شونده یا افزون شونده؟ کم شونده. بله برای چی؟ برای اینکه اساس از 0 تا چند؟ تا 1 وای درصد خاصیت داشتن گفتم. الان x پلوس 1 ما چی؟ این افزون شونده، چون این پیش x به انتها مثبت، ان کما مثبت، که اگر مثبت باشه افزون شونده بود کو خاصیتی گرافیکی خط راست. یک تاش کم شونده، یک تاش افزون شونده باشد، عیناً با همین چیز میشه. همین چیز میشه. فقط اینش تصویر کرده خودتون از دفتر چاپ کنید، حل کنید. فهمید؟ تمام.